درود، آنلاین هستید و با رادیوی آزادی. در برنامه امروز از واکنش‌ها به لطکوب یک مهاجر در روسیه و پیشنهادها برای اصلاح قانون انداز در تاجیکستان میگوییم. ولی برنامه را با ویدیوی آغاز میکنیم که از شهر سنت پتربورگ به ما فرستادند. اینا بچه‌های قرغان کاتوچیکی را یوجدودسین شوگیردورا سنتری سنت پتربورگ سنترش اسفالت رو ریختیم در روزنیکی. چند ویدیوی دیگر هم داریم که در ادامه برنامه میبینید، ولی حالا برمیگردیم به واکنش‌ها به نواره لطکوب یک مهاجر در روسیه که شام 30 آگوست در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و موج تنقید و نگرانی‌ها را به بار آورد. معلوم نیست که حادثه کی و در کدام منطقه روسیه شده است، اما مقامات تاجیکستان از جانب روسیه خواستند که حادثه را تحقیق کنند. کاربر با نام رستموف 01 در اینستاگرام به زبان روسی نوشته است: خنده آور آن است که هر دفعه چنین طلب‌ها را میشنویم ولی در آخر همش فراموش می شود. اگر حق نباشه مرا اصلاح کنید، گفته است او. خواننده دیگر با نام کینگ مستر 357 افزوده است: مقامات پرونده قتل هویدای 5 ساله را حل کردن نتوانستند، در این مورد هم کاری از دستشان نمی آید. پیرو قناتوف در اینستاگرام میگوید: من حیران میشوم که اینقدر باغ و خانه های بلند آشیانه برای چی باشد، در حالی که جای کار در وطن ما نیست. اقلا 1500 سومانی نمیابی. کاربر دیگر با نام دوشنبینسکی افیشیال گفته است: حکومت ما را ضرور است که پشتیبانی از شهروندان را از مقامات قرقیزستان یاد گیرد. وی نوشته است: چند پیش در فرودگاه شرمیتوو یک راننده تاکسی را زدند. کنسول قرقیزستان در حال دخالت کرد. شاه میگوید خدا خواهد وقت و ساعت میشد که همه تاجیکان در نزد عائله خود در وطن کار میکنند. امید در وبسایت رادیوی آزادی گفته است: گپی بسیار چیده کار. باز کاری نکنید که در 24 ساعت تاجیکان را از روسیه دپورتاسیون کنند. وقتی 1 میلیون زیاد آدم در روسیه کار میکند، در آنجا که روزش بود شد میمرد. مردهشان را البته میآورند. چی اگر آنها در وطن میبودند نمیمردند؟ سوال گذاشته است او. موضوع دیگری که واکنش‌های زیاد به بار آورد جمع‌آوری پیشنهادهای مردم برای اصلاح قانون انداز در تاجیکستان است. راهگذر در سامانه رادیو آزادی نوشته است: اگر انداز را 3% می‌کردند شاید همه شفاف می‌شد و دزدی کمتر. کاربر با نام صاحبکار نیز گفته است: معیار انداز کم کرده شود، سنجش‌ها کم کرده شود و برای جریمه نقشه نباشد. عدالت خواسته است که شرکت‌های به اصطلاح خودی از امتیازها محروم کرده شوند. برعکس او پیشنهاد کرده است فروشگاه‌های نفت تا نیم سال، کارخانه‌های خرد تا 1 سال و کارخانه‌های کلانی تا 2 سال از پرداخت انداز آزاد شوند. کاربری به نام نوشته است: تا همه رهبریت کمیته انداز نو نشود اصلاحات نخواهد شد. دیگری با نام دکتر گفته است: کودکس را نه خراجات بودجه را نظارت کردن لازم است و به قول خود بیماری بودجه تاجیکستان را دیاره نام گذاشته است. ولی خواننده با نام فردوسی باور دارد که مشکل از طرف خود انداز سپارنده هاست و گفته است: پراکنده انداز سپارندگان نآیند به کار، 200 انسان حق‌نویس به از 8 میلیون. بحث‌ها در این باره زیاد است و اگر شما هم نظری دارید به سامانه azadi.org بروید یا به صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و یا ادنکلاسنیکی. و اکنون یک ویدیوی شما را می‌بینیم که آن هم از روسیه فرستادید و از نوبت پایی تاجیکان. حال مردم مهاجر ببینین در کدام حالت مشکل ببینیم برای پرایوت کی هم میگراسیون صاحب نداریم. بگین تاجیکستان گلگلش خونه ما در همه حالات مردم را دستگیری میکنیم، پشتیبانی میکنیم. مردم تو ببینید در کدام حالت. فقط یک پرایوت کی دکمین 6 ساعت مردم اینجا رو چرا دیدیسیم. حال مردم رو ببینید. اکم ترک صاف کنید نخیلید. کابینت تونشتگه. این کار را شما هم کردن میتوانید 1 دقیقه ویدیو بگیرید و به ما بفرستید به شماره هایی که میبینید و از طریق واتساپ و وایبر، تلگرام و یا ایمو. تا دیدار در برنامه آینده.